منم آن فرزند جگر سوخته زخمهایم آغشته با نمک روزگار. من آن غریبی که در ملکی بیگانه برای به دست آوردن رزق روزی آواره شده از تقدیری تلخ و سرنوشتی پر از درد و غم داشتم، گاهی از زندگی بیزار. من آن فرزند هستم که به سری سیله‌ای دستانی آچه من ندیدم، به سری پندون نصیحتی او را نشنیدم، به سری کنار او ننشستم و به سری چهره زیبا و نگاه گرمی چشمان او را ندیدم. آچه جان، همیشه میپرسیدی که من در چه حالم. ناوابسته گاهی بیمار میگشتم، لیک همیشه برایت میگفتم که خوبم.